آقا اینجا دیگه مرز ایران تمام کردیم، داریم میریم این سمت، وارد خاک افغانستان میشیم. رفقای گل، امیدوارم هر جا که هستید جور و صحتمند باشید. امروز هم اومدیم همراه مادر عزیزم، میخوایم با یه توریست ایرانی که سمت افغانستان رفته میخوایم ریاکشنشو بریم، ببینیم چه جای مختلفشو رفتم. میگم توریستای دوباره جدیدن، توریستای جدیدی دارن میرن سمت افغانستان یا سفرهایی که ما ویدیوشون نذاشتیم دونه دونه. حالا قرار با هم دیگه ریاکشن بریم. امیدواریم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید، نظرتون برای ما کامنت بکنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. آقا اینجا دیگه مرز ایران تمام کردیم، داریم میریم این سمت، وارد خاک افغانستان میشیم. اما از کجا وارد خاک افغانستان میشه؟ از اینجا وارد. الان تو خاک افغانستانه؟ همین تکه هم هست. همین تکه ها، همین تو تکه. همون کانتینر سفید این به جمع ایران میره و دیگه به جمع افغانستان. خیر انشالله. راحت اومده، مشکلی هم نداشت، همه چی اوکی بود. عادت مرزم رد کردم با آقا نوروز عزیز، داره زحمت بار ما رو بکشه با این فرغونا. خدا خیرش بده انشالله. آقا نوروز صحبتی حرفی؟ نه هیچ گفتنی نداره. زنده باشی. ساعت 9:30 شب خدا رو شکر رسیدیم کابل، پیاده شدیم، صاحبمون رو گرفتیم، دوست عزیزمون اومد دنبالمون. فعلا بدرود، شبتون بخیر. ترمینال کابل. ترمینال کابل ها. کار نمیشه. مثلا می‌خواستی چیکار بزنی کدام نماینده؟ که قسمت از همون پیادهشون برو ها. اینجا آمدیم الان، بزن زدی؟ اینجا آمدیم دارم پول چنج بکنیم استا؟ درست. خب خوش ما. خوب حساب کنی ها. خوب حساب کنی که همیشه مشتری خودت. نه دیگه همیشه بیایی. مسجد خمیده بده. آمدیم پول چنج میکنیم اینجا. اسم چیه؟ عبدالمنان. این آقا نوروز عزیز، خداحافظ. آقا سلام علیکم، صبحتون بخیر. خانه آقا مسیب. اسمی چی بود؟ اسرا خانم. نجف علی آقای عزیز. اسمی بازیگر فیلم چی بود؟ رامش. آقا امید عزیز. اومدم خانه دوستان عزیز، خدا خیرشون بده. آهنگم برم آقا نوشته. آقای راننده اسمت چیه بابا؟ دلاور. خدا حفظت کنه. با دوستان عزیز 4 نفر نشسته بقیه، 2 نفرم جلو. علی آقا کل. اسم شما چیه؟ محمد. شما؟ با چی؟ نصیر. آقا نصیر و علی آقا و محمد. شما اسمتون چیه؟ بخی سلام برزه بگیم برای خود مانگاه کن. همه نوع آدم هستیم. ساعت 6:10 هنوز تو راهیم نزدیک هرات.
الان رسیدیم، پیاده شدیم، صبح ما برداریم، کرایه رو حساب کنیم. آقا دلاور عزیز ساعت 6:30 رسیده. بیان خدا حافظ. من خیلی سه چرخ سوار شیم. سه چرخ بشین شما ترمینال بریم بیا طرف 2 نفر کم دارم. سه چرخ نه ترمینال که بریم کابل. سوار بر موتور سه چرخ آمدیم ترمینال. نفری 1400 افغانی. میخوایم بریم کابل. نجیب الله سلام. خسته نباشید. بخیر اومدید. سلامت. کجا میری بیادر؟ ما ماشین گرفتیم. اگه ماشین نگرفتن ریکشا هست. گرفتیم بابا. کابل میریم؟ ها؟ بخیر و سلامت. سلام ارادت، امیدوارم خوب و عالی باشید. الان در مرکز ترمینال هرات هستیم. اینجا افغانستان، ترمینال هرات. از اینجا اتوبوس‌ها به قندهار، مزار شریف، کابل دیگه. نیمروز، لشکرگاه. دیگه کجا؟ دیگه قندهار. بله. از همینجا به همه جا میرن اتوبوس‌ها. خب بعد کرایه هم که مختلفه، درسته؟ کرایه مختلفه. شرکت‌ها مختلفه؟ مختلفه بله. چند تا ترمینال داریم تو هرات؟ چند تا ترمینال داریم؟ چند ترمینال سمت شمال داریم. ترمینال موتورای ماشینای خرد، پلنکوچ، کرولا. دیگه ترمینال ها زیاد است دیگه. پولسوالی ها. امروز خون مخم. آقا سلام ارادت. یک چیز خیلی جالبه که داشتی اتوبوسه بدونی چیه؟ میخوای سوار بشی میگه یک پلاستیک بهت بدم یه کفش دیار. نگاه کن جلو با تو اتوبوس فرش کردن. بگیرو برای آقا. تو اتوبوس نگاه فرش کردن مرتب خیلی شیک و مجلسی خودش. میگم تو هرات دمشون گرم. اتوبوس هم وی آی پی نفر 1400 افغان ما گرفتن تا کابل. زنده ساعت 1:30 شب. خدایش از ساعت 6 نشستم تو ماشینه هنوز حرکت نکرده. الان هم ساعت 1:30. ساعت 2 صبح. ساعت 6 نشستیم. ساعت 2 صبح داره حرکت میکنه. سرویس اون معیشت تا تربت اون اتوبوس میگه ولی اینجا هنوز نرسیده. 12-13 راه از هرات تا کابل.
این تو شهر نو کابل یا یکی از اسم این پاساژ چیه؟ اسم این پاساژ اسم اینجا چیه؟ اسم اینجا؟ ها اینجا مارکت صنایع دستی کابل. صنایع دستی کابل. کوچه مرغ فروشی. کوچه مرغ فروشی؟ بله. کوچه مرغ فروشی. شهر نو؟ ها؟ شهر نو. صنایع دستی. آقا ارادت، امیدوارم خوب و عالی باشیم. به اینجا این آقا محمد از اول سفر با ما بوده، از زمانی که از کجا اومدیم؟ از مرز با هم یکی سوار تاکسی که شدیم آقا محمد هم بود. بله. دیگه بعد آقا محمد گفت ما می‌خوایم کابل، تو ماشین که بودیم ما می‌خوایم کابل. دیگه از همونجا با همیم که هنوز 24 ساعت تو اتوبوس هم با همیم هنوز. 24 ساعت تو اتوبوس با آقا علی عزیز با هم آمدیم اینجا. خیلی سفر خوبی هم بود، خوش گذشت با هم. اینا هم از ایران هم، ما هم از افغانستان، از سمت بدخشان، سمت شمال افغانستان هستیم. همه برادری. همه با هم برادریم. انشالله که با هم یک سفر خوب خوشی در راه داشته باشیم. یک کار و کسب ان شاءالله راه بندازیم. انشالله با هم راه بندازیم. ما نماینده داریم در افغانستان. انشالله با دوستان چینل ما را دنبال کنید تا سابسکرایبرای ما دنبال کنند. ویو بخوره. ویو بخوره ویدیوهای ما. انشالله تا ویدیوهای بعدی. سلام علیکم. اوکی. آقا سلام ارادت. الان اومدیم تو پاساژ چی بودیم؟ گلبهار سنتر. گلبهار. اومدیم تو پاساژ گلبهار. اتصالات اینجا افغان بیسیمه. آمدیم سیم کارت بگیریم. شماره هم به ما دادن. شماره من هم خیلی قشنگ شد خودش. 937 075 72 273. اینم خط ما رو گرفتیم 110 افغانی. آقا سیم کارت هم گرفتیم شد 110 افغانی. شماره تلفن مایم ایه 93 75 72 273. همش 7 داره توش. اینم نمایندگی چیزه افغان سی. آقا ممنون، متشکر، روزتان بخیر. دادی؟ آقا سلام ارادت، امیدوارم خوب و عالی باشید. جاتان خالی، ما رسیدیم کابل، جا نجف علی آقای گل عزیز. امشب مهمونشان هستیم. بنده خدا زحمت کشیدم برای ما. سلامت باشی ان شاء الله. ما هم شبیه ما هم یهویی رسیدیم دیگه، ساعت 9 شب رسیدیم بعد از 30 ساعت تو اتوبوس. خداییش دمت راست شد. بنده خدا زحمت کشیدن، غذا گرفتیم. نوش جان بفرمایید. سلامت باشی. نه واسه لازم بخورم دیگه. این غذا چی میگن بهش؟ یه کباب. کباب. ببینم گیر ما شامی میگیم، شما کوبیده. اینم شامیشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشمزه. بفهم. یه سری مشکلات داخل خود کشور افغانستان هستش. امیدوارم برای اینا که سفر میکنن به اونجاها هیچ مشکلی نباشه. دقیقاً یه ذره ویزا گرفتنشون جدیدن سخت شده، مثلا تو این شرایطی که میخوام برن سمت افغانستان یه ذره من شنیدم سخت دارن میگیرن، ولی خب باز با اون که مثلا سختی خودش رو میرن سفر بهشون حال میده دیگه، یعنی اصلا اون جبران میشه داخل خود کشورشون. امیدوارم. آره واقعا خیلی بهشون خوش میاد. یه بار سفر بعد بریم، نمیشه قسمت بشه بعد بریم. آره واقعا به امید خدا. اینم یه ویدیو خیلی جذاب بود از توریستای ایرانیمون که سمت افغانستان رفتن. امیدواریم شما خوشتون اومده باشه. میگم شما خوشتون اومده باشه، نظرتون برام کامنت بکنید. مثل همیشه خیلی عشقید. شب و روزتون بخیر تا ویدیو بعدی. فعلا.